من لیلا کشاورز اول و آخرش خدمتگزار این مردم هستم. من دانشجوی سال پنجم رشته پزشکی هستم. 18 تا مدال جهانی اختراع دارم، طلای جهانی هوش مصنوعی دارم، نمره آسیایی رباتیک دارم، 8 تا مدال جهانی هاندبال تکواندو دارم و 2 تا طلای آسیایی تکواندو. واقعیتش ما یک ماه پیش مسابقات آسیایی داشتیم در کشور مالزی که حالا با وجود اینکه فرودگاه و حالا پروازها بسته بود، به هر طریقی که شد ما خودمون رو به این مسابقات رسوندیم و اونجا یه هدفی داشتم، این بود که هر جوری شده نام شهدای دانش آموز میناب رو بالا ببرم، حتی اگه قرار بود من حذف بشم. که اینم بهتون بگم من حتی در آستانه حذف شدن رو هم رفتم و ما موفق شدیم با وجود تمام سختی‌ها و حالا مخالفت‌هایی که از سوی آمریکایی‌ها شکل گرفت توی مسابقات، 2 تا جایزه رو برای اولین بار به اسم خود بچه‌های دانش آموز میناب کسب کنیم و این افتخاری که ما تونستیم با وجود تمام سختی‌هایی که بود این کار رو انجام بدیم و از این به بعد اینقدر ما توی جوامع بین‌الملل اسم دانش آموزای شهید مدرسه میناب رو تکرار میکنیم تا نتونن زیر جنایتی که کردن در حق این بچه‌ها فرار کنن.